سلام به همه دوستای خوبم. امیدوارم حالتون خوب باشه و همچنان توی خونه باشید. خوش اومدین به کانال فک نویز. امروز اومدم با یه ویدیو غمگین از انیمه اتک آن تایتان که احتمالاً ازش لذت میبرین. پایان اتک یه جوری بود که نصف فنا ناراحت شدن و نصفشون خوشحال و بیایید با هم پایانش رو با هم دیگه مرور کنیم تا چند تا فکت بگم که شاید اشکتون رو در بیاره. شماره 5. میدونستین میکاسا روی قبر ارن چی نوشته بود؟ نوشته بود برای همیشه آروم بخواب عزیزترینم و 845 که سالیه که ارن مرده. این فکت اینجا غمگین میشه که میکاسا وقتی میره سر قبر ارن 6 تا گل رز با خودش میبره، رز سفید، به معنای اینه که هیچ چیز نمیتونه ما رو از همدیگه جدا کنه و اینش ادامه پیدا میکنه تا وقتی که میکاسا میمیره. شماره 4. نیکولو یه دسته گل گذاشت روی قبر ساشا که 24 تا بود که معنیش اینه که همیشه توی قلبم نگهت میدارم. این قولی بود که به ساشا داد و حتی انجامش داد. ما تو این صحنه میبینیم که با خانواده بلوسه و حتی خیلی از مردن ساشا گذشته که این نشون میده عشقش به ساشا جاودانه شده، ولی هیچ وقت نشد که بهش بگه. مثل میکاسا. برای میکاسا هم همونجور که میدونیم این موضوع پیش اومده. میکاسا با جان ازدواج نکرد و وقتی مرد دیدیم که رز سفید تو دستاش بود و شال ارن هم دورش بود، با اینکه ارن بهش گفته بود این شالو بنداز دور. شماره 3. میکاسا این نشونه رو کاور میکرده به خاطر اینکه وقتی بچه بوده قول داده بود اینو بده به بچه‌هاش. اینجا این فکت باحاله که وقتی مرد هم کاورش کرده بود و این یعنی میکاسا هیچ وقت بچه دار نشده، پس ازدواج نکرده. پس لطفاً انقدر نگین نه میکاسا با جان ازدواج کرده فلانه بیساره جانو میکاسا فلان، میکاسا به ارن خیانت کرده. نه آقا، ازدواج نکرده. جالبه بدونید میکاسا وقتی ارن رو میبوسه ارن کاملا هوشیار بوده و بعد 15 ثانیه دار فانی رو ودا میگه. شماره 2. وقتی که میکاسا به ارن حمله کرد تنها جایی بود که ارن چشش رو باز کرد و توی تمام فایت های آخر فیلم ارن چشش بسته بود. به این دلیله که میدونست قراره چه اتفاقی بیفته و میخواست آخرین چیزی که میبینه صورت میکاسا باشه. شماره 1. اگه کافی نیست گریه کنید بهتره بیاین این فکت هم با هم دیگه ببینید. توی دنیای آخر که میکاسا و ارن با هم دیگه بودن توی اون دنیا زندگی میکردن و توی اون دنیا ارن 9 سال بوده که تایتان بوده. این به این معنی بوده که اگه این اتفاقا نمیافتاد ارن 4 سال دیگه وقت داشته و این تایمی که آخر ویدیو دیدیم ارن و میکاسا دارن زندگی عاشقونه‌ای رو با هم دیگه تجربه میکنن، هدیه امیر به اونا بوده چون میخواسته که طعم زندگی رمانتیک رو بکشن. خب دوستان اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. واقعا خودم با این فکتایی که گفتم حالم خیلی گرفته شد و ناراحت شدم، ولی خب خیلی خوشحال شدم چون میدونم میکاسا ازدواج نکرده و لطفاً ویدیوهای دیگر رو نبینین و باور نکنید. تا ویدیو بعدی خیلی دوستتون دارم. بدرود.